سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که توفیق شد تو این جلسه حضور پیدا بکنیم. ان شاء الله مطالبی که خدمتتون عرض میکنم به درتون بخوره و یه خورده هم مرتبط به تحولات منطقه است، هم که یه خورده ما بیشتر حواسمون به دور و برمون و اتفاقاتی که یه خورده فارغ از معادلات دنیایی داره میفته باش. من تشکر میکنم از ابراز لطف مجری عزیز برنامه. البته از این حرفا زیاد نزنید، آدما آروم آروم همین شکل خراب میشن. من خودم تعجب کردم از این صفت‌هایی که لطف داشتید به بنده، منتها نکنید. حقیقتا من اهل تعارف و این چیزا زیاد نیستم، ولی یه وقتایی آدم خوشش میاد، بعدها طرف خراب میشه، میگن چه جوری خراب شد، میگن فلان مجری اینجوری داشت ازش تعریف. عرضم خدمت شما که خب ما حدود 40-50 روزه که اتفاقات عجیب توی منطقه داره میفته. درگیری ها رو دارید میبینید، جنگ هایی که حالا به صورت نیابتی، به صورت جسته گریخته روی محوریت فلسطین و این سرزمین رمزآلود و آخرالزمانی داره شکل میگیره. در جریانش هست. اوایل که اتفاق افتاد در 7 اکتبر و 8 اکتبر یک تحلیل ارائه دادم، گفتم زوده برای اظهار نظر و زوده برای تحلیل، باید وایسیم زمان بگذره، یه خورده فضا شفاف بشه دقیق‌تر در موردش صحبت کردم. همون موقع عرض کردم که غافلگیری از نظر تحلیل شخص بنده، من حالا کاری با مجموعه تحلیل ها ندارم، نظر شخصی مو دارم میگم، غافلگیری اتفاق نیفتاده بوده. یعنی از مسیر رسانه‌ای که ما داریم میبینیم جریان صهیونیسم داره پیش میبره، این اتفاق براش قابل پیش بینی بوده و حتی اطلاع هم داشته، چون یک خبری هم اومد که مصر حدود 10 روز قبل دولت نتانیاهو رو در جریان چنین حمله قرار داده که نتانیاهو بهش بی اهمیت بوده و نادیده گرفته این رو، که اونا علت داره، حالا علتش رو در ادامه عرض میکنم. چرا این صحبت شد؟ چون قبل از حمله حماس ما اکران یه دونه فیلمو داشتیم، انتشار یه فیلمو داشتیم به اسم گلدا مایر یا گلدا مئیر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود در جنگ 1967 و اون درگیری یوم کیپور. 21 روز این نخست وزیر رو اینا به تصویر کشیده بودن. فیلم 3 محوریت اصلی داره. 1، اسرائیل هیچ وقت غافلگیر نمیشه. 2، نفوذی هایی داره و جاسوس هایی داره که به سرعت و به دقت حتی سیاست‌های کشورهای متخاصم باهاش رو عوض میکنن. 4، مصر کلمه و کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخته. یعنی این 3 رو توی فیلم به مخاطبش القا میکنه و انقدر استادانه و رسانه‌ای این کار رو انجام داده که شما کلا تو فیلم طرفدار اینی که آقا این گلدا مایر پیروز بشه بالاخره تو این جریانات سیاسی و درگیری هایی که داره. نکته بعدی، بعد از 30 سال اسناد موساد آزادسازی شد روی یک محوریت مهم، اون رو هم اشرف مروان بود که اومد اعلام کرد که آقا علنی ایشون نفوذی ما در مصر بوده و این که حالا این دو جانبه بود و عرضم خدمت شما حسین مبارک بیاد ازش تعریف بکنه و اینها نبوده، اینها کامل نفوذی ما بوده و ما این تصمیمات رو گرفتیم و تونستیم جریان اعراب و شبکه اعراب رو با شکست مواجه بکنیم. فیلم دانجل هم میتونید ببینید، مفصل از نگاه اسرائیل نشون داده شد. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم توی نگاه رسانه‌ای، ما بارها گفتیم هیچ چیز در مورد اسرائیل اتفاقی نیست. این رو هر کسی که یهود پژوه، صهیونیست پژوه در مورد اسرائیل داره کار میکنه اذعان داره. این یک قانون نانوشته است که در مورد اسرائیل چیزی اتفاقی نیست. نکته بعدی، هر جنگی که پیش میاد، هر درگیری که هر نقطه‌ای از دنیا اتفاق میفته، 2 عامل اصلی موجب شده که این جنگ رخ بده. 1، کارتل های اسلحه. 2، تغییرات قدرت های سیاسی، نه به معنای گاورمنت یا دولت، به معنای کسانی که دولت ها رو مدیریت میکنن، یعنی کمپانی ها و کانون های مختلفی که انرژی در اختیارشونه، سلاح در اختیارشونه، مواد مخدر در اختیارشونه، اینها دارن مدیریت میکنن. یعنی برنده اصلی اونیه که داره سلاح میفروشه، برنده اصلی اونیه که قیمت نفت و انرژی داره برای خودش جابجا میکنه. حالا اینها چند دستن؟ اینا رو ما باید اول بشناسیم، بعد بریم درگیری رو تحلیل بکنیم. یعنی اینکه ما یه عده رو داریم
میگه آقا کل دنیا برای ما کل دنیا رو داریم مدیریت میکنیم، در موردش تصمیم گیری میکنیم، نفتمون رو میفروشیم، سلاحمون هم میدیم میره. چی کار داریم با یه تیکه زمین که هی درگیریش دارید، با هی ور میرید باشه میگید آقا این مال ما، از نیل تا فرات مال ما، بیاید بحث بکنیم، دعوا کنیم، نتانیاهو یه حرفی بزنه، کشور اسرائیل از این داستانا داشته باشیم. یه دم هستن اعتقادیان، میگن اعتقاد ما و اعتقاد بنی اسرائیل که اولا این ارض موعود، این ارضی که وعده داده شده، این زمینی که دادن توی کتاب تورات ما، توی اسفار به ما دادن، این باید به ما برسه، ما اینو بگیریم بعد بیایم کل دنیا رو بگیریم. پس من سر این اعتقادم وای میستم. یعنی این دعوا از اینجا شروع میشه، از مالکیت زمین. یعنی این که آقا بحث سر نوار غزه است، بحث سر کرانه باختریه، سر بیت المقدس، مسجد الاقصی کدومشه، چیه؟ همه اینها دعواها تعریف میشه در یک خط جریان اعتقادی. این رو برای مردم ما حدود این 100 سال 90 سال اینا نیومدن باز بکنن. یعنی درگیری ها تحلیل های سیاسی بوده. شما وقتی درگیر مسئله فلسطین میشی، حتی قبل از انقلاب، یعنی درگیری پهلوی شما نگاه میکنید، درسته در پس پرده در به صورت پنهان اصلا ما دیپلماسی قوی داشتیم با اسرائیل، اما خود شاه به خاطر اون جریان، اون بلاک قوی که وجود داشته علیه اسرائیل جرئت نمی‌کرده علنی صحبت بکنه. یعنی الان تیترهای روزنامه رو اون موقع نگاه می‌کنیم میگه اسرائیل محکوم به شکست، در مورد جنگ مثلا یوم کیپور داره حرف میزنه، استدلالا همه مشخصه به صورت عیان که علیه اینا داره کار میکنه. اما درگیری اون روز، تحلیل اون روز چی بوده؟ جریان چپی که در ایران وجود داشته روی مسئله فلسطین کار میکرده. یعنی اولین اخباری که ما داریم در مورد فلسطین، در مورد اینکه روی مسئله فلسطین موضع گیری شده، رسانه‌های حزب توده بوده. یعنی ما از جریان راستی که در کشور داره، اون راست سنتی و اینها، قبل از انقلاب دارم صحبت میکنم، اینها هیچ صحبتی از موضع گیری در مورد فلسطین و اینها نیست. تسلط جریان چپ روی مسئله فلسطین بوده و صحبت میکرده. جریان اعتقادی بوده خیر، نگاه جریانی به مالکیت زمین، به جریان کشاورزی و به جریان کارگری بوده. چرا؟ چون در روسیه یهودیانی، اینا که دارم میگم خلاصه، چون وقت جلسه خیلی محدوده، هر کدومش سرفصله. یهودیانی که در روسیه بودن داشتن کار میکردن، یه مزارعی داشتن، خونش بوده، یه مزرعه کوچیکی داشته، اندازه مثلا خودش داشته، اونجا کشاورزیشو میکرده، امورشو میفروخته. حالا این ایده مارکس بوده، ایده لنین بوده، هر چیزی بوده، حالا کاری نداریم. اینجا به این مزارع میگفتن کیبوتس. انقدر این تبدیل میشه، زیاد میشه، اهمیتش میره بالا، پررنگ میشه، دیگه معروف شده آقا یه عده یهودیان کیبوتسی ان. اصطلاحش غلطه ها، ما یهودی کیبوتسی نداریم، اما این به صورت لفظی جا افتاده. اونجا چون کشاورزی میکردن، اون نگاه کارگری، اون نگاه کشاورزی وجود داشته، جریان چپ مسلط‌تر بود رو مسئله فلسطین. وقتی جلوتر میاد توی درگیری ها، توی تجزیه طلبی ها هم ما میبینیم جریان تجزیه طلبی باز با محوریت موساد، با محوریت فلسطین در جریانه. یعنی حتی قبل از انقلاب، به بعد از انقلاب هم که میکشه، همین جریان رو ما داریم. مسئله مالکیت فلسطین از کجا شروع میشه؟ از نگاه اعتقادی که توی تورات تحریف شده از نظر ما وجود داره. اون نگاه تحریف شده تماماً برمیگرده به چی؟ به همین اسفاری که در تورات وجود داره. خب کتابای مختلف هست، یه عهد جدید داریم، یه عهد قدیم. عهد قدیم شامل تورات میشه، شامل یه سری از کتبی میشه که در مورد انبیاء بنی اسرائیل که اومدن در موردش صحبت کردن. عهد جدید میشه اناجیل، نامه ها و حالا مکاشفات یوحنا و اینها که این جفتشو مسیحی‌ها قبول دارن. بخش یهود فقط عهد قدیم رو قبول داره و عهد قدیم بخش اسفارش مهمه، سفر خروج، سفر تثنیه، سفر اعداد، سفر پیدایش. اینها تمام اعتقادات و اون شری که از تو اینا کشیده میشه بیرون از تو این اسفاره که مجموعه اینا بهش میگن تنخ، خودشون میگن اسم گذاشتن روش، میگن تنخ. دعوای رسیدن به فلسطین و دعوای این که آقا اونجا یک دولتی تشکیل بشه تماما در سفر خروج خلاصه میشه. میگه آقا یه نبی به ما اومد گفت بیاید من شما رو از این مصر رد میکنم، از این روده رد میکنم، از این دریا رد میکنم، میرسید اون ارض موعود شماست. ما میگیم خب مالکیتت، پس این مالکیت زمینی که داری در موردش حرف میزنی برمیگرده تو توراتت دیگه. توراتت چی اومده؟
بریم بررسی کنیم. ما وقتی تورات رو داریم میخونیم، همین توراتی که الان هستا، ما کار به تورات اصلی و این چیزا نداریم، همین تحریف شده که هست تو اینترنت سرچ میکنی، دانلودش میکنی، همه جا هستن، خودشون هم دارن میخونن این ور اون ور. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم تنها خبری که به نسل بنی اسرائیل داده شده، به نسل آینده حضرت ابراهیم داده شده در مورد زمین، میرسه به کی؟ میرسه به 4 نسل بعد از حضرت ابراهیم و جریان مصر. در سفر پیدایش باب 15 فقرات 13 تا 16 این اومده، یعنی تو کتابشون اومده. خدا داره به حضرت ابراهیم میگه، حالا راوی هر کی که داره روایت میکنه تورات رو، یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت. مصر رو داره میگه، بنی اسرائیل وقتی تو مصر درگیر ظلم بودن. و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و در پشت 4 به دینجا برخواهند گشت. میگه توی نسل 4 4 نسل بعد برمیگردن توی این سرزمین. و اولین و آخرین کسی که وعده بازگشت به فلسطین رو به بنی اسرائیل داده با توجه به تورات خودشون حضرت یعقوب بوده، یعنی تو کتاب خودشون اومده. کجا؟ در سفر پیدایش باب 50 فقره 24 میگه و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. این وعده‌ای که به اونها داده. یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی یک جریانی به اسم یا آدمی به اسم تئودور هرتزل پا میشه میاد مثلا میخواد جا بندازه بگه آقا یه زمینی به ما بدید تو 1948 سال 1948 میگه آقا یه زمینی به ما بدید. بعد جالبه میگه زمینه کجا باشه؟ میگه آرژانتین هم بدی خوبه. میگه آقا آرژانتین میخوای چیکار؟ بعد میگذره یکی از این کشیش‌های انجیلی کیان؟ مسیحی هایی هستن که میگن ما باید به اعتقادات یهود برسیم، عیسی ظهور بکنه، بریم فلسطین رو بگیریم، بعد در مورد حضرت عیسی بشینیم بحث بکنیم. اینم ریشش باز برمیگرده به خود یهودیا. یه نامه، یه دونه تورات فرستاد، یه جاهایشو خط کشیده بود برای هرتزل. تو نامه نوشته بود بی سواد کودن، کمی تورات بخوان. اینجا که اومده میگه زمین فلسطین، میگه بابا الاغ نفهم، فلسطین رو به اون وعده داده، اگر میخوای طلب بکنی چیزی رو فلسطین رو طلب بکن. تورات بلد نیستی حداقل بپرس مثلا. میگه آقا اون زمین رو میخوای. چه کسانی مخالف بودن؟ جالبه، روچیلد ها مخالف دادن سرزمین فلسطین به یهودیان آواره بودن. روچیلد ها گنده ترین گنده های یهود و بانک دارن و جنگ جهانی مدیریت میکردن و ناپل اون و راکفلر ها فلان. اینا با هم اختلاف داشتن. هرتزل یه دونه جزوه داره یهودستان، نوشته برای اینکه روچیلد رو قانع کنه که آقا ما یهودی‌ها رو بیاریم بذاریم تو فلسطین. روچیلد یک بار هم به اسرائیل سفر نکرده، فقط یه کارخونه شرابسازیشو گذاشته اونجا، مشروب سازی میکنه، یه 5% اموالشو گذاشته اونجا، ولی تو اسرائیل خیابون بنامشه. خود هرتزل 2 بار بیشتر نرفته اسرائیل. یه بار صدر اعظم آلمان، اون موقع پادشاه آلمان، رفت بود می‌خواست ازش امتیاز بگیره و برگشت و به اون نتیجه که می‌خواست نرسید. میخوام بگم ببین اختلافه در درون خود یهود وجود داشته. الان اینا رو هیچ کدوم نمی‌دونن بحث کنن، روی مالکیتش بحث بوده. خب میریم جلوتر، میگیم آقا مگه نمیگید حضرت موسی گفته بود آقا این مال شما؟ حضرت یعقوب هم یه پیشبینی داده، وعده‌ای داده. این وعده تا کی بوده؟ این وعده کی می‌خواسته پیش بیاد برای شما؟ میگه آقا حضرت موسی میومده دیگه. حضرت موسی هم برمیگرده به خاندان لاوی، یعنی عمران بوده بعد میشده لاوی، که الان این آیفیلم الان داره حضرت یوسف رو پخش میکنه، نگاه کنید لاویو خیلی خوب نشون داده. یعنی ته این داستانه تورات تحریف و فلان و اینا مال خاندان لاوی بوده. الان لاوی من نمیدونم این چرا خوب نشون داده، حالا انگیزش چی بوده، کارگردان نمیدونم. یعنی نبی خدا بنده خدا حضرت یعقوب یه جا نشون داده فقط میشینه گریه میکنه، شوکه میشه، نبی معصوم الهی مثلا شوکه میشه، ایسکاش میکنن پسراش، مثلا جور در نمیاد دیگه. خلاص حالا ساخته شده. یعنی الان ببینید یه خورده خواستم تصویر سازی بکنید، مثلا میگم لاوی اینا، این بچه‌ها تو ذهنتون باشه، به اینا میگن اسباط بنی اسرائیل. 12 تا بودن، کل اینها میشن بنی اسرائیل. اینا گفتن آقا ما بریم کنعان، بریم فلسطین، بریم پیدا بکنیم. ما میایم جلوتر میبینیم که وعده داخل شدن به ارض مقدس یا همین فلسطینی که اینا دارن ادعاشو میکنن
تو نسل بعدی از کجا شروع میشه؟ باز ببین برمیگرده به چی؟ سفر اعداد باب 14 فقرات 26 تا 33. و خداوند موسی و هارون را خطاب کرد تا به کی به این جماعت شریر که بر من همهمه میکنن محتمل بشویم؟ همهمه بنی اسرائیل را که بر من همهمه میکنن شنیدم. حالا اگر چیزایی هم نمیفهمید دیگه زبون خودشونه، دیگه خودشون تعریف کردن، ما داریم استناد میکنیم به اونا. ما که قبول نداریم، میخوایم جدال احسن بکنیم، بگیم آقا مبنای حرفی که داری میزنی از کجاست؟ از این چیزایی که اینجا نوشتید. به ایشان بگو خداوند میگوید به حیات خودم قسم، خدا به حیات خودش قسم خورده، که چنانچه شما در گوش من گفتید همچنان با شما عمل خواهم کرد. لاشه های شما در این صحرا خواهد افتاد، جمیع شمرده شدگان شما بر حسب تمامی عدد از 23 سال به بالاتر و بر من همه کردید، شما به زمینی که درباره آن دست خود را بلند کردم و به شما را در آن ساکن کردم هرگز داخل نخواهید شد. یعنی اگه ما بخوایم نگاه کنیم میگم اصلا تو حق نداری وارد این زمین بشی، نهیت کردن. این استدلال الان وجود نداره. چرا؟ الان این جریان خاخاما و یهودیای ناتوریکارتا و لویتاهو رو که میبینید اینا اعتراض دارن به این جریان که آقا اینا باید برن، استدلالشون رو همینه. میگه آقا اعتقادی بحث میکنی دیگه، این مثلا قرآن یهودیاست، ببین اینجا گفته نباید وارد بشید، پس چرا دارید وارد میشید؟ پس چرا رفتید اونجا دارید میکشید؟ حالا میگه هرگز داخل نخواهی شد مگر یوشع ابن نون شما رو ببره، که باز اصلا تو کتابشون دارن که حضرت یوشع میاد اینا رو میبره توی سرزمین مقدس، 12 تا تقسیم میکنه جاهای مختلف و میگه شما اسبات اونجا باشید. و نوع تحریفاتی که انجام دادن و نوع وارد شدن، نوع کشتن که توی شما تورات میخونید، نتیجهش این میشه. نتیجهش این میشه که شارون وقتی اومده بود اونجوری قتل عام کرد توی صبر و شتیلا، بهش گفتن چیکار کرد؟ گفت دستم به گنجشکا نرسیده بود، به پرنده ها نرسید و اینا پرنده ها رو هم میکشتن. اونم برای چی؟ گفت بر مبنای تورات میگه وقتی وارد ارض مقدس شد از حیوانات کشت تا پرندگان. ببین اون اعتقادی میکشه. میگه وای شما چرا ریختن اینا، حماس ریخته بچه ها رو نمیدونم اینجوری کشته، لنگ یارو پرچه شده اینوری پشت وانت انداختش. اون اعتقادشه. با یه آدمی که اعتقادشه اینجوری با تو برخورد میکنه چه رفتاری باید داشته باشی؟ نازش کنی، گفتگو کنی. و مدل رسانه‌ای ببین، چون ما مسلط نیستیم روی مبانی اونها، اونم هر چی دلشون میخواد نشون. ندیدی فیلم زنای سربازشون رو میذارن دارن میرقصن تو تیک تاک، داب اسمش دارن میکنن، میگه ببین ما چقدر گوگلی مگولی تو به گربه ها رحم نکرد شارون. بر مبنای چی میگه؟ من تورات عمل کردم اینها. میگه چرا جاسوسی؟ اینجا کتاب گفته، حضرت موسی گفته اول برید جاسوس بفرستید اونجا، اینا رو خر کنید، دروغ بگید، ببینیم اونجا چه خبره، بعد برسیم اینا رو همه رو با هم دیگه بگیریم. خلاصه میاد جلو تا میرسه به دوره حضرت داوود. حضرت داوود که میاد حدود 300 سال بعد از حضرت موسی است. توی کتاب مزامیر میگه آقا شما میخواید تو این ارض وارد بشید، شما میخواید حکومت تشکیل بدید. توصیف حضرت داوود که به حکومت رسیده در مورد بنی اسرائیل رو توی تورات شما میخونید. اسم کتابش توی عهد قدیم مزامیر داووده. میگه اینا منتسب به حضرت داوود. مزمور 78 اینطوری صحبت میکنه، میگه ای قوم من شریعت من را بشنوید، گوشهای خود را به سخنان دهانم فراگیرید. دهان خود را به مثل باز خواهم کرد به چیزهایی که از بنای عالم مخفی بود، که آنها را شنیده و دانسته ایم و پدران ما برای ما بیان کردند. از فرزندان ایشان آنها را پنهان نخواهیم کرد. تسبیحات خداوند را برای نسل آینده بیان می‌کنیم و قوت او و اعمال عجیبی که او کرده است، زیرا که شهادتی در یعقوب برپاست و شریعتی در اسرائیل قرار داد و پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خود تعلیم دهند تا نسل آینده آنها را بدانند و فرزندانی که میبایست مولود شود تا ایشان برخیزند و آنها را به فرزندان خود بیان نمایند. میگه آقا به خدا باید توکل کنید. یه دونه پیامبر توشون اومده گفته آقا بیاید شریعت رو دوباره برگردونیم، این آدم رفتار کنید. بعد چی شد؟ حضرت داوود گفتن نبی نیست که، کینگ دیوید پادشاه بوده. اصلا ربطی به حضرت داوود نداشت، پادشاه بوده، نبی نبودن نظر ما. حضرت داوود میاد تاریخ بنی اسرائیل رو براشون مرور میکنه. توی مزمور 106 میگه گوساله‌ای در هوریب ساختید و بتی ریخته شد و پرستش نمودید. میگه گوساله اومد، گوساله درست کردید، بت پرست شدید.
و جلال خود را تبدیل نمودند و مثال گاوی که علف میخورد و خدای نجات دهنده خود را فراموش کردند که کارهای عظیم در مصر کرده بود و اعمال عجیبه در سرزمین هام، یعنی پسر دوم حضرت نوح، و کارهای ترسناک آنگاه که ایشان را هلاک بکند. اگر برگزیده او موسی در شکاف به حضور وی نمی ایستاد تا غضب او را از هلاکت ایشان برگردانند، باز شدن دریا رو منظورش، و زمین مرغوب را خار شمردند و به کلام وی ایمان نیاوردند و در خیمه های خود همهمه کردند و قول خداوند را استماع ننمودند. اینا میگه آقا شما اینها این شکلی بودید. خلاصه به حضرت داوود کلی چیز بستن، به حضرت سلیمان اومد، به حضرت سلیمان نسبت زنازادگی دادن، تو کتابشون هست. میگه حضرت داوود خوشش اومد از اومد بالا چیز، یه خانومی داشت رختار اینا رو پهن میکرد، خوشش اومد. گو این کیه؟ گو این زن فرماندته. گو خب بگید این آقا با خلاصه خانم فرماندهش میخوابه، حامله میشه. میگه خب حالا چیکار کنیم؟ فرماندهش میفرسته جنگ، کشته میشه، برمیگرده بچه‌ای که به دنیا میاد حضرت سلیمان، نعوذ بالله. این داستانیه که برای حضرت سلیمان درست کردن. چرا؟ با حضرت سلیمان پدر کشتگی داشتن. حضرت سلیمان که اومد براشون معبد ساخت، معبدی از طریق ماورای دنیای جن و انس داشتن براش کار میکردن، همشون نوشتن چرا؟ نکته اینجاه، بت پرست شده بودن. حضرت سلیمان اینا رو به چارمخ کشید. کهانت داشت اونجا علم میکرد. کهانت از کجا میاد؟ میگه آقا کهانت در شرع یهود باید برسه به خاندان هارون و خاندان لاوی. خاندان هارون و خاندان لاوی کجا بودن؟ میگه حضرت موسی رفت توراتو بگیره، الواحو بگیره، برگرده. اینا گوساله پرست شدن. قرآن میگه کی گوساله رو درست کرد؟ سامری. تو تورات میگن کی؟ هارون درست کرد. روایت تورات اینه، میگه اینا اومدن پایین، حضرت موسی گفت هارون برای چی بت پرستیدی؟ بزنید همدیگه رو تیکه پاره کنید. خاندان لاوی با خاندان هارون زدن همدیگه رو کشتن، گفتن انقدر باید خون از هم بریزید تا فتنه پاک شه. همدیگه رو کشتن. خاندان لاوی برنده شد، پیروز شد، کهانت رسید به اینا. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به خدا وصف بود، شریعت میتونستن تعیین بکنن، از انبیا رسید به خاندان لاوی. سفر لاویان الان تو تورات داریم. سفر لاویان بسته به همین خاندانه. آنتوان لاوی، اینا خودشون رو، یعنی مثلا یکی فامیلیش لوی باشه یا لاوی باشه، اینا خیلی خاندان سنگینی هن، جزء ساداتشون حساب میشن. یا به هارون باید نسبت داده بشه. شما حضرت مریم تو آیات که میخونید، آیه سوره مریم میگه کاهنا که میخواستن تحقیرش بکنن، برگشتن گفتن تو که جانماز آب میکشی، یا اخت هارون، نه اینکه خواهر حضرت هارون باشه. میگه تو که بعد تو که بچه مثلا سید بودی که خجالت نکشیدی از سادات، خجالت نکشیدی از نسلی که داشتی، این اتفاق برات افتاده. این دو تا نسل هم درگیرن. کهانت اومد گفت آقا اون شرعی که من ارائه میدم باید باشه. ما الان باید تو زمین مقدس باشیم بکشیم. 200 سال بعد از حضرت سلیمان معبدی که ساختن، اینا همشون بت پرست شدن. یعنی توی معبد سلیمان که الان میگن حد فاصله مثلا مسجد الاقصی و بیت المقدس و اینهاست، اومدن بت گذاشتن، بت پرستیدن. کی گفته؟ خودشون اومدن گفتن. تا زمانی که حضرت ارمیا پیامبر بعدی که خدا بر اینا فرستاد، توی کتاب یه دونه کتاب داره تو عهد قدیم، ارمیا. ببینید چی نوشته حضرت. خداوند میگوید ای اسرائیل، اگر بازگشت نمایی، اگر نزد من بازگشت نمایی و اگر نجاسات خود را از خود دور نمایی، از ارض مقدس پراکنده نخواهی شد. میگه اگه نجاسات رو پاک نکنی، این بت‌ها رو پاک نکنی، ارض مقدس دور نمیشی. و به راستی و انصاف و عدالت به حیات یهوه قسم خواهی خورد و امت‌ها خیشتن را به او مبارک خواهند خواند و به وی فخر خواهند داشت. بعد حضرت ارمیا میاد توی کتابش اینجوری نقل میکنه اورشلیمو. میگه در کوچه های اورشلیم گردش کرده، ببینید و بفهمید و در چارسویش تفتیش نمایید که آیا کسی را به انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد. می توانید یافت تا من آن شهر را بیامرزم. میگه تو کل ارمیا داره میگه، حضرت ارمیا داره میگه کل اورشلیم میگردی، یه دونه آدم راستگو یا آدمی که طرف خدا باشه پیدا نمیکنی. یکی پیدا کردید بگید من کل شهر را آمرزش میکنم. اینجوری به گند و کثافت کشیده شده بوده، همین ارزی که الان دارن در موردش صحبت میکنن. خلاصه میاد جلو، من میگذرم از اینا همه تا اینکه این معبد تخریب میشه. 400 خورده سال بعد بختالنصر میاد کلا میتره کنه این معبد رو تخریب میکنه. اینا میگن ما باید برگردیم معبد سلیمان رو بسازیم.
دوباره بعد اینها رو بسازیم. اینا هم صحبت میکنن، کلی درگیری. منتها جالبش میدونید چیه؟ پیشگویی تورات از نابودی این هاست. کجا نابود شده؟ میگه که در سفر تثنیه باب 28 فقرات 15 تا 37 45 تا 64. من براتون میخونم، همین الانی که این اتفاقاتو دارید میبینید. میگه در میان تمام امتهایی که خداوند شما را به آنجا خواهد برد عبرت و مثل و سخریه خواهی شد. میگه همه مسخرتون میکنن. هر امتی که روی زمین وجود دارش یه کاری میکنن همه مسخرتون کنن. چیزی که الان دارید میبینید. کلیپای تیک تاک رو دیدی؟ سازمان ملل دارن مسخره میکنن. الان جرئت ندارن. دیدید اون کلیپ رو در پرچم اسرائیل گذاشته، میبینه طرفدار فلسطین اصلا سری پیری میذاره تو ماشینش، میگه کتکم نزنن، نکشنم، با موتور اومدن، به خشونت داره کشیده میشه. بعد مسخره میکنن اونی که طرفدار اسرائیل از این بچه کشی و اینها داره حمایت میکنه. ادامهش چیه؟ و جمیع این لعنت ها به تو خواهد رسید و تو را تعاقب خواهد نمود، دریافت تا هلاک شوی، از این جهت که قول یهوه خدایت رو گوش ندادید و تا اوامر و فرایضی که به تو هم فرموده نگاه داری و تو را و ذریه تو را تا به ابد آید و شگفت خواهد بود. میگه یه کاری میکنم که همیشه مثل بزن، عبرت بگیرن ازت. دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتیاج و همه چیز خدمت خواهی نمود. میگه دشمناتو میفرستم تو اون زمینه، تو برهنگی، تو گرسنگی، تو تشنگی، باید خدمتشون بکنی. ببین یعنی یه اتفاقی داره اینجا میفته، یعنی حمله ها و این چیزا داره شکل میگیره. حالا جالبیش کجاست؟ اینجاست. میگه که خداوند ریشه ایران را به غضب و خشم و غیظ عظیم از زمین ایشان کند و به زمین دیگر انداخت، چنان که امروز شده است. میگه اینا رو میندازه کنار. بعد تو ادامهش میگه یه امتی میفرستم بالا سرتون مثل عقاب، زبونشون رو نمیفهمید، پوستتون رو میکنن. خودشون تو تفاسیرش اومدن گفتن اینا پرشینن، ایرانیان، نه انقلاب اسلامی، ایرانیان. میگه اینا میان بالا سرمون و شما در حالی که در میان دیوارهای حائل خود را پنهان کرده اید از آنها شکست خواهید خورد. الان دیوارا دیدی دوره چیز میکشن همشون با هم دیگه. این اتفاق داره میفته. خب حالا تا الان که گفتن وارد ارض مقدس نباید بشید، چه زمانی باید وارد ارض مقدس بشن؟ دوره‌ای که حضرت عیسی به اینا نازل میشه به عنوان نبی. حرف حضرت عیسی چیه؟ میگه اگر توبه کنید میتونید برگردید تو این زمین. میاد با کی دعوا میکنه؟ با کاهنا، با خاندان لاوی. چجوری شروع میشه؟ شما فقط انجیل متی رو ببینید، آغاز سخن حضرت عیسی است. از آن هنگام که عیسی به موعظه شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی میآمدند، بدیشان گفت ای افعی زادگان. حضرت عیسی داشته فحش میداده. ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمر شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزد و الحال تیشه به ریشه درختان نهاده شده. پس هر درختی که ثمر نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. داره میگه ببین اون درختی که ظلم داشته باشه ثمره نمیده ها، میافتی تو آتش میمیرید ها. من منجیم، دارم میگم آقا پیامبری که داره میاد از بنی اسماعیله. حضرت عیسی داره چی میگه بهشون توی پیشگویی که داره؟ میگه ببین دوتا سوار میاد، یکیش سوار الاغه، یکیش سوار شتره. بعد اینو تحریفش کردن. تو یه دونه سایت هست بایبل هاب، بزنید، اینو با ریشه های عبری گذاشته، ترجمه کردن چی؟ میگه و آنگاه که دسته الاغان با دسته شتران میاد. اصلا یه چیز بی ربطی. میگه دوتا سوار میان آخرالزمانه، یکیشون سوار الاغه، یکیشون سوار چیه؟ شتره. سوار الاغ هم تو انجیل هست. میگه رسید به حواریون گفت برید فلانجا، اون طرفی الاغ داره میخواست وارد معبد سلیمان بشه حضرت عیسی. میگه رفت الاغ رو گرفت و الاغ اومد، پیشگویی محقق شد. میدید اینا همونه ها. اون که سوار الاغی که حضرت عیسی اومده چیکار کنه؟ وعده ظهور پیامبر آخرالزمان رو بده که با شتر میاد. الان میفهمید چرا پیامبر با شتر رفت تو مدینه. گفت شتر هر جا بشینه. مدینه کجا بود؟ دقیقاً جایی بود که تمام یهودی‌ها اونجا رو گرفته بودن. 3 تا قبیله اصلی یهود اونجا قرار داشت. میخواست بکنه تو چش اینا که بابا من همون پیامبرم، اما نگاه کن رو پیشگویی. یا
حالا اونا چی میگن؟ میگن نه همچین چیزی نبوده. مثلا کدوم پیامبر بعد ما بود؟ نبود، با پیامبرم شروع کردن جنگ کردن. پس دعوای مالکیت از کجا شروع میشه؟ از اینجا. میگه خب من اومدم حالا تو این سرزمین، به من وعده داده شده، من باید معبد سلیمان رو درست بکنم، گوساله زرین به دنیا بیاد، حکومت رو تشکیل بدم. الان اخبارش رو نگاه کنین، میگه ما میخوایم الان گوساله زرین به دنیا اومده، باید بریزیم، غزه هم بگیریم، کرانه باختری هم باید بگیریم، حتی به دو تا دولت و این چیزا هم نیست، ما معبد رو درست بکنیم تا ماشیه بیاد. حضرت که عیسی اومد که دوباره اینا رو میفرستیم برن دنبال بازی خودشون، ما به حکومت میرسیم، بعد کل دنیا رو بگیریم. این یه بخش اعتقادیه، یعنی دعوایی که وجود داره دعوا اعتقادیه. مراحل بعدی و لایه‌های بعدی داره، بله، سیاسیه و اقتصادی. سیاسی و اقتصادیش کجاست؟ نگاه تغییر ابرقدرت را اتفاق افتاده تو منطقه. این منطقه همیشه دستخوش تغییر و تحولات و شکل دهنده ابرقدرت ها بوده. خیلیاشو رسانه‌ای نمی‌کنن. جنگ یوم کیپور که اتفاق افتاده بود یه بخشش بود دعوای اسرائیل با اعراب و اینها، یه بخش اعظمش دعوای کانال سوئز بود و صحرای سینا. کانال سوئز کانال حیاتیه. چرا باید این جنگ شکل می‌گرفت و مصری‌ها شکست می‌خوردن؟ کسی از نقش انگلیس و آمریکا در مورد اینا صحبت نکرده. میگه یوم کیپور بود، تسلیحات اسرائیلیا بود، زدن ترکوندن فلان. برای اینکه انگلیس‌ها دریانورد بودن همیشه. این مسیر اقتصادیشون بود. دست مصر بود، مصر میگفت میبندم کانال سوئز و ببینم می‌خوای چیکار کنی. هزینه کانال سوئز تا همین الان چقدر وقتی دارن میرن؟ 5 میلیارد دلار درآمدش از کانال سوئز داره میره میاد. تو یوم کیپور، توی جنگ یوم کیپور حالا گرفتن، مصر مثلا توی یه دونه آتش بس، بعد رفت کمپ دیوید نمیدونم اینا رو امضا کرد، همونش افتاد دوباره دست انگلیس‌ها دیگه، راحت میرفتن میومدن. الان دعوای هست. بله، چرا این دعوای هست؟ چون از این طرف سوریه الان آدم ایرانه، این متحد ایرانه. ایران پس رسیده به چی؟ رسیده به مدیترانه. خب میتونه دستش باشه دیگه. یمن چی؟ یمن هم تو مقاومته، باب المندب رو میبنده، اونم یه دونه جای حیاتیه دیگه برای اقتصادی. دو، همه اینا اومدن یه اتحاد درست کردن. یکی اومده به اسم چین، اون بالا سر اومده چیکار کرده؟ گفته آقا من یه پیشنهاد اقتصادی دارم. پیشنهاد اقتصادیم چیه؟ احیای جاده ابریشم. دوباره این جاده ابریشم رو زنده بکنیم، این کارمون برسه، وضع اقتصادی ما بچرخه. اصل این جاده کجا رد میشه؟ وسط ایران. کجا؟ از این بالا نخجوان میاد پایینتر، میچرخه، میگرده، دوباره میره تا اون بر. آقا کل اقتصاد ایران زنده میشه. آمریکا رو تحریم کنه تا دلت میخواد تحریم کن دیگه. اینجا یه اقتصاد جدید شکل گرفته. خب پس آذربایجان داره جفتک میندازه برای ما به خاطر همینه. بله، 3 روز بعد از درگیری 8 اکتبر آقای الهام علیوف مصاحبه کرد، گفت راهن نخجوان از ایران میگذرد. حل شد. گفت ببین اونجا ریخ به هم دیگه، من حمایت پول مول ندارم الان بهت کمک کنم، تو می کری میخونی اونجا اون بغل، هی آذربایجان باید جدا شود، نگاه‌های تجزیه طلبی فلان. خب به ضرر کیه؟ به ضرر انگلیس دیگه. اینا همه دریایی بودن، باید مسیر جایگزین داشته باشه. مسیر جایگزینش چیه؟ کانال به اسم بنگوریون. اصلا نشید اسمتون نخوره، تو رسانه‌ها بهش نپرداختن. ببین تو نقشه نیست، حالا مثلا من بهتون نشون بدم. این کانال سوئزه، این ورش خاکیه، این دو شاخ که شده. اسرائیل اومده یه طرح گذاشته، میگه من اینجا میام کانال میکنم، این کانال قبل از کانال سوئز قرار میگیره توی خلیج عقبه، اینجا که قرار بدم من دیگه همه از اینجا رد میشم میرم، من برای خودم درست میکنم. خب چرا تا حالا نکنده؟ ته این کاناله که میخواد برسه به اقیانوس، میخواد برسه به دریا، نوار غزه است. اهمیت غزه رو فهمیدی؟ اگر غزه رو بگیره اون کانالو میزنه، یعنی اصلا فضای اعتقادی رو بعد باز کردم دیگه، گذاشتمش کنار. اوکی؟ یعنی جریان اقتصادی روسیه، جریان اقتصادی چین، جریان اقتصادی مصر، جریان اقتصادی سوریه، جریان اقتصادی ایران، همه اینها دچار تغییر تحول میشه. پس اون نوار غزه باید حفظ بشه، حتی اگر مسئله اعتقادی برات مطرح نیست. عقل میگوید غزه باید حفظ شود، نباید به دست اسرائیل بیفته. آقا این کانال بنگوریون چرا ما نگفتن؟ نبایدم بشنوی در موردش. آقا از جبهه شمال مثلا اینور غزه میتونه بره، بله هزینه‌اش خیلی زیاده، اینا نمیتونن خرج بکنن. پس بهترین راه همینه که بکنه بیاد جلو. شروع کرده ها، شروع کرده، نه اینکه نکنده یا وایساده مثلا غزه رو، نه شروع کرده داره میکنه.
منتها نمیرسه. این غزه روبروی اینجا یه تکر وایساده. درگیریش هم با جبهه شمال شروع بشه کی میزنه؟ لبنان. مزارع شعباس، بعدش بلندی‌های جولانه. یعنی اگر قرار جنگی صورت بگیره لبنان میاد بلندی‌های جولانو میگیره. پس مسئله اقتصادی گفتم، مسئله اقتصادیه، مسئله سیاسیه و مسئله اعتقادیه. حالا آمریکا موافق این جنگه؟ سوال بپرسیم دیگه. این که هر خبری از آمریکا میاد یا هر خبری از مثلا اسرائیل میاد ما بگیم آقا ببین اینو بذاریم به حساب مثلا کل جریان آمریکا، این اشتباهه. باید توی تقسیمات سیاسی و تقسیمات جریان اجتماعی اونجا رو بشناسی. آقا تو آمریکا چند دستن؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این مونه نتانیاهو داره ما علیه ما حرف میزنه، ما بریم خبرگزاری مثلا جریان روبروی حزب لیکود اونو مثلا هک کنیم بزنیم. نتانیاهو خب بگه درک رفتی هک کردی چیکار کنم الان؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه اینور مثلا میگم کیهان شریعت مداری فوش داده به آمریکا اومده شرقو هک کرده. میگه با درک رفتی شرقو هک کردی چیکارت کنم؟ به من چه؟ اینا رو باید تفکیک کنیم. تو آمریکا 2 تا جریان وجود داره. در اسرائیل هم 2 تا جریان وجود داره. این که میگن راست افراطی، این جریان الان اسمشو زیاد میشنوی. اینا چی میگن؟ توی آمریکا معروف شدن به نئوکان‌ها. نئوکان‌ها کیان؟ میگه آقا اینا نمادشون باز یا عقابه، میگه ما باید دوباره قدرت بدیم به آمریکا، تسلیح بشه، آمریکا کت خدای جهانی باشه، همه بتونن زیر مجموعش کار بکنن و با جنگ بعد همشو بگیریم. نمونه نئوکان‌ها کی هستن؟ بوش. رهاوردش چی بود؟ حمله به عراق، حمله به افغانستان. ترامپ درگیری، ترور، جنگ افروزی، سر صدا. روبروی اینها کیان؟ دموکراتان. اوباما، بایدن، کلینتون، اینا هم میگن بریم تعامل، بریم برجام امضا کنیم، بریم مذاکره کنیم، خرشون کنیم، جنگ سرد از اینا بیایم بیرون. چی شد که اینا اومدن به حزب جمهوری خواه آمریکا نزدیک شدن؟ برای اینکه دموکرات‌ها گفتن آقا شما تندروید. همون لفظایی که این بر استفاده میکنن اونجا میگن آقا شما تندروید، کلا در حال جنگیدنید. ما چجوری اتحاد اروپا رو بیام بگیم آقا شما باید زیر مجموعه مثلا آمریکا باشید؟ فرانسه باید کدوم ابرقدرت رو مثلا قبول داشته باشه؟ مسخره میکردن توی خبرگزاریاشون و اینها اومدن نزدیک شدن به جمهوری خواه. این جمهوری خواها در کنارش اعتقادی شدن، یعنی سیاسیون و کشیش‌های انجیلی به اینها نزدیک شدن. کیا؟ که روی پیشگویی‌ها باید کار بکنن. بر اساس پیشگویی‌های حزقیال حمله کردن به عراق، حمله کردن به افغانستان. متحدهای اینها کیان؟ جریان نتانیاهویی که اعتقادی کار میکنه اونجا. آقا اینها اسحاق رابین رو ترور کردن. تو اسرائیل بود. چرا ترور شد؟ به دست چه کسانی ترور شد؟ بزرگترین مخالفاشون همین طیفه نتانیاهو بود. میگه تو داری از اعتقاد ما میکشی عقب. تو داری چیکار میکنی؟ این چه وضعش میخوای بری با همه ببندی؟ یعنی شما مثلا فلسطینیان به رسمیت بشناسیم؟ تق ترورش کردن، حذفش کردن. ترامپ چیکار کرد؟ روبروش بود. نئوکان‌ها چی میگن؟ میگن حمله اتمی. باید بازدارندگی داشته باشه، حمله اتمی انجام بدیم تا ایران بکشه عقب. نمونهش همراهش کی بود؟ شلدون ادلسون. چی گفت؟ گفت یه دونه بمب اتم بندازید توی یکی از این کویرای ایران، حساب کار دست ایران بیاد. چی کار کرد ترامپ؟ اومد پایتخت اسرائیل گذاشت قدس، سندش هم زد به نام شلدون ادلسون، سند سفارتخونه رو. خب حالا اینا اومدن سر کار. چیه؟ میگه آقا ما ملی گراییم. یعنی چی؟ میگه اورشلیم رو حفظ کنیم، اسرائیل رو حفظ کنیم، در کنارش آمریکا مال خودمونه. کاری که ترامپ میکرد. دعوا با بایدن چی شد؟ شلدون ادلسون یهو سکته کرد، مرد. چرا؟ یه ماه بعدش یکی از روچیلدها مرد. تصادف کرد. چی شده بود؟ جریان گلوبالیست یهود با جریان اورشلیمی، یعنی با نئوکان‌ها، اینا درگیر شده بودن تو هم دیگه. این از اونا میزد، اینا از این یکی‌ها میزدن. ببین اختلافاتشون وسیعه. اینو که میگم باید شفاف، شاخه شاخه، جداگانه مسئله رو بررسی کرد. نتانیاهو چرا خبر داشت اعتنا نکرد؟ خبر داشت که حمله اتفاق میفته، چون شکاف اجتماعی هر روز کف اسرائیل تظاهرات بود.
حزب روبرویش اصلاحات قضایی می‌خواست انجام بده، میگه آقا ما کاری نداریم، ضابط مابط فرقون شما همه رو بگیریم بکشیم برداریم بریم شهرک سازی. چون جریان مقابل، حزب مقابل نتانیاهو با ساخت و سازهای شهرک‌ها مخالف بود، میگه شما ما داریم ما رو درگیر می‌کنی با فلسطینیای زرت و زرت، اینا انتحاری میزنن میزنن در میرن، ما پوستمون کنده میشه. اعتنا نکرد، گفت من الان جنگ نیاز دارم. ببین اعتراضاتو خوابوند، یه وحدت ایجاد کرد، همه رو دوباره از دشمن جهانی ترسوند. تک جملهش، شاه جملهش چیه؟ آقا ایران میخواد اتم میشه، بعد ترور کنیم، بعد حذف انجام بدیم. نی ترامپ، حاج قاسمو ترامپ میزنه، عموم ترورهای هسته‌ای، شهدای هسته‌ای ما انجام شده تو دوره نتانیاهو داره انجام میشه. میبینی این درگیری‌ها وجود داره. خب حالا کشور ما چرا باید بریزه به هم پارسال؟ چون منافع انگلیس و جریان گلوبالیست‌ها به خطر افتاده. اینجا زن زندگی آزادی بود، قزاقستان یه چیز دیگه بود، چین با یه مسئله دیگه بود. تمام این، حالا این کشورها چه بچه اشتراکی دارن؟ همون احیای جاده ابریشم تو کشورشون رد میشه. جایی که امنیت باشه شما سرمایه‌گذاری اقتصادی میکنی؟ خیر. همه جمع شد، ایران به ثبات رسید. الان بحث چیه؟ آمریکا، دولت بایدن بر سر کاره، مخالف ادامه جنگه. نمونهش من این خبر براتون بخونم. NBC اختلافات با دولت نتانیاهو در حال افزایش است. به نقل از یه مقام آمریکایی، مقام نظامی آمریکایی داره نقل میکنه. میگه اختلافات با دولت نتانیاهو در حال افزایش است که برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان آنچه را که لازم است انجام نمیدهد. ما با الحاق، کسر یا کاهش اراضی در غزه مخالفیم. ما ایده ایجاد منطقه حائل در غزه را رد میکنیم و با هر طرحی که راه حل دو دولتی را تضعیف کند مخالفیم. ما هنوز بر دولت نتانیاهو نفوذ داریم، اما زمان رو به اتمام است. یعنی این همه که وزیر امور خارجه آمریکا پا میشه میره اسرائیل، جلسه میذاره، بعد میگه من به عنوان یهودی اینجام، نه به عنوان مثلا وزیر امور خارجه آمریکا. تسلیحات داره میبره. این جنگ به ضرر کیه؟ به ضرر کل جریان گلوبالیستی که الان اومده تو چین با احیای جاده ابریشم میخواد پول در بیاره. کشوری که امنیت نداشته باشه پولش در خطره. پس ایران باید امن باشه، چون همه چی از وسط ایران رد میشه. یه خورده دیگه گذشت، امضا شد که راه حل وسط ایران رد بشه. ببین یعنی این هدف، این طراحی، این جنگ اصل قضیهش درگیری بین این اقتصادیه. دعواها شروع شده. این که مردم ما چه تحلیلی دارن بیورزگی رسانه هامونه. یعنی هنوز باز نشده که آقا چه اتفاقی داره میفته الان. بعد جالبه شما CNN رو نگاه کن، علیه کشتار نتانیاهو داره مطلب میره، آقا اینا دارن بچه کشی میکنن، اینا دارن غیر نظامی میکشن. در کنارش فاکس نیوز پشت نتانیاهو وایساده. جریان فاکس نیوز جریان نئوکان هاست، جمهوری خواست. این طرف چیه؟ دموکراتان. میگن آقا وایسا جمع کنیم، درگیری برای چی شروع بشه؟ آقا ایران چرا گفته من حمایت نمی‌کنم، گردنم نگرفت؟ چون آغاز جنگ جهانی نمیخواد انجام بده. 20 سال کشور میفته عقب. کسی جنگ نمیخواد. اگر جنگ بشه این جنگ جهانیه. فردا مثل الان جنگ جهانی اول و دوم که دارن مقصر با فیلماشون معرفی میکنن، با سریالاشون دارن معرفی میکنن، فردا ایران آغازگر جنگ بوده. ما از جنگ نمیترسیم. ما نشون دادیم بخوایم بجنگیم هم خوبم میجنگیم. منتها آغاز کننده جنگ نیستیم. ما آغاز کننده نخواهیم بود. پس این تا اینجا. چه خواهد شد؟ من به شما میگم. تعداد کشته ها، زخمی ها، شهدا در غزه بالا خواهد رفت. طرح آتش بس امضا خواهد شد. روابط عادی سازی اسرائیل با اعراب دوباره از سر خواهد گرفته شد. اینا هست. منتها چیه؟ ایران پوان خودشو گرفت. آذربایجان براش حل شده. وان روند وان بلتشو داره. به اینجا رسیده. هیمنه اسرائیل شکست. این هیمنه شکست. چرا؟ چون ببینید نفرت از جریان اسرائیل توی اروپا و آمریکا نهفته بود، اینا رو خفه میکردن. الان ببین چجوری ریختن بیرون. کل دنیا اومدن، مثلا یه عده اومدن اعتراضی میرقصن. و جالبه در کتاب‌های پیشگویی‌های خودشون که مربوط میشه به حضرت الیاس اومده میگه بنی اسماعیل و بنی اسرائیل هر دو حکومت تشکیل خواهند داد. خیر و شر بالا خواهد آمد. بعد از کشته ها و درگیری هایی که اتفاق خواهد افتاد منجی ظهور خواهد کرد. اون دولت دیگه دولت تشکیل شده. اومده آقا غزه رو داره میگیره، رد میشه میاد جلو، درگیری نظامی فلان اینا. همه اینا هست. هیچ کس الان تو منطقه جنگ نمیخواد، برای اینکه تمام منافع اقتصادی گلوبالیست‌ها هم میریزه. الان همشون تو چینن.
کی منکر اینه که الان ارض موعود جدید یهودیا چینه؟ برید کتاب بخونید، اورشلیم جدید. لابی های صهیونیستی رو اومده باز کرده. آقا وقتی می‌خواستن آمریکا رو بگیرن میگفتن این ارض موعود جدید. بر اساس همین پیشگویی‌هایی که من براتون خوندم استناد می‌کردم، میرفتن آمریکا رو می‌گرفتن. شما لابی آیپک رو شنیدید در آمریکا؟ مال نئوکان هاست. روبروش هم یهودی‌ها لابی دارن. جی استریت. اینا علیه اونا دارن کار میکنن. وقتی اوباما شد رئیس جمهور آمریکا، از همین رئیس لابی جی استریت اومد مصاحبه کرد، گفت و با افتخار خواهیم گفت که اولین رئیس جمهور یهودی آمریکا اوباماست. یعنی اون داشت قشنگ پیش می‌برد همه این چیزا رو. برید کتاب اوباما رو بخونید. ارض موعود اصلا آخرالزمانی نوشته. دعواهاشون این شکلیه. مستند فامیلی رو ببینید در مورد ترامپ. خبرهایی که زدن، کارهایی که انجام دادن. الان ببین بایدن چی داره مصاحبه میکنه توی نشستش با رئیس جمهور شیلی. چی گفت 2-3 سال آینده یه قرن اخیر رو رقم خواهد زد. این قرن اخیر انشالله دست ایران. برای اینکه ببین مدیریت باید عاقلانه باشه. عاقلانه یعنی این که نه ما جنگو شروع میکنیم، حمایتمون هم همینجا وایسادیم. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ تو خونه است، پسر عموه با پسر داییه با مثلا پسر عمه، اینا دارن همدیگه رو میزنن. داداش بزرگه داره نگاه میکنه، میدونه این بخواد بره سمت یه خورده خشونت، اون داداشه بلند میشه ها. بعد شب میره پس گردنی میزنه، تو رو میشونه سر جا، 2 تا چکم به اون ور میزنه. الان حکایت اینه، ایران نشسته اینجوری داره نگاه میکنه. با لبنان با بقیه میگه آقا محور مقاومت هست. عربستان چرا جنگ نمیخواد؟ یکی عربستان چرا نمیخواد؟ اردن چرا نمیخواد؟ امروز خبر اردن اومد گفت اگر کسی از فلسطینی‌ها رو بخواید سمت اردن، مرز اردن بفرستید، ما اعلام جنگ میکنیم علیه اسرائیل. ما اینو غیر قانونی میدونیم، ما اینو اعلام جنگ میکنیم. عربستان چرا نمیخواد؟ برای اینکه اون شهرک ناومش که رو انداخته 2024 افتتاحیت کجا چسبیده؟ به استان ایلات. یمن داره کجا رو میزنه؟ ایلات. که بزن به من چه، تو سرمایه‌تو خوابوندی اینجا، من هیچ ربطی نداره. بزن ما ایلاتو داریم میزنیم. منتها راه حل چیه؟ اگر ما آقا خب دست رو دست بذاریم اینا رو بکشن تیکه پاره کنن، راه حل یه چیزه. مسیر انرژی باید ناامن بشه. یعنی چی؟ یعنی که الان وقتشه به صورت خیلی خودجوش و بدون هماهنگی آرامکو دوباره منفجر بشه. مسیر خط لوله هایی که وجود داره برای نفت، اینها باید ناامن بشه. انفجار کوچیک، انفجار بزرگ. چرا الان قیمت نفت رو نگاه بکنید، قیمت نفت کاملا اومده پایین و این برای آمریکا چیه؟ مطلوبه. هزینه انرژی، قیمت انرژی، حامل‌های انرژی بره بالا، برای آمریکا بده. میره فشار میاره، میگه برو از دولتت برو عقب. زدن دیگه. ببین تحلیل درست می‌دادم. یه صلوات ختم کنیم. قیمت نفت که براش بره بالا، میگه آقا من ندارم هزینه کنم دیگه، بکش عقب، تمومش کن، آتش بس امضا کن، برو. نکته مهم بعدی این، پس تا اینجا. نکته بعدی، در سرزمین هایی که مثل ایران، مثل لبنان، مثل سوریه، مثل روسیه، مثل مصر، تو این اتفاقات 2 تا شبکه از اسرائیل همیشه فعال میشه. یک، شبکه سایان ها، شبکه یهودی های فعالی هستند که به موقع فعال میشن، برای یهود شروع میکنن فعالیت کردن. عموما یهودی زادن، عقبه یهودی دارن. اینها سر بزنگاه وارد میشن، مسئله رو کلا عوض میکنن. یعنی یه جریان جدید افکار عمومی شناختی میدن، میره یه سمت دیگه. شبکه دوم شبکه نفوذی هایی هستند که من اسمشو میذارم، میگم الی کوهن های الان رو خوب بشناسید. الی کوهن کیه؟ این آقا ضد صهیونیست ترین فرد ممکن در سوریه بود که جاسوس اسرائیل بود. سریال اسپای رو توصیه میکنم برید ببینید. اسپای، SPY، یه مینی سریال 6 قسمتیه در مورد الی کوهن. به عنوان یک تاجر وارد سوریه میشه، حزب بعث سوریه رو میاره سر کار، پروژه زیرزمینی سوریه رو لو میده که اسرائیلی‌ها رو میزدن، سخنرانی‌های ضد صهیونیستی میکرده، ضد اسرائیلی میکرده. وقتی کشته های سربازای اسرائیلی رو میآوردن، میرفته اول همه تو تظاهرات وای میساده، شعار میداده،
هیچ کس به این شک نمی‌کرده. گفته من وطن پرستم، من سوریم، من عربم، باید اینا رو کار بکنیم، اینا رو باید بزنیم که اعدام میشه. یعنی ببین از خود سوریه‌ای ها ضد اسرائیلی تر بوده. الی کوهنا رو الان باید شناخت با شبکه سایان ها. این که اگر یک تو هر لباسی هم هستن، این که شما فکر بکنی مثلا حالا شاخ داره، دم داره، بالا سرش مثلا علامت تعجبی میچن، هیچ، تو هر لباسی هم وجود دارن میان حرف میزنن. یعنی وقتی ورود پیدا میکنن میبینی لامصب تو بچه یه دونه عالمی، بچه تحلیل دقیقا ترجمه فارسی تحلیل نتانیاهو از غزه است و تو تا حالا کجا بودی؟ بعد میبینی ادامه میده. افکار عمومی هم که نسبت به غزه، نسبت به فلسطین مسمومه، رو همون موج سوار میشه میاد جلو. از طرف دیگه آقای ظریف میاد صحبت میکنه ما نیازی نداریم جای مستضعفین بجنگیم، اگر جنگ بشه فلان. من میپذیرم آقای ظریف، من علوم سیاسی خوندم، در علوم سیاسی و روابط بین الملل باید رئالیسم جلو بریم، یعنی مبتنی بر واقعیت جلو بریم. اوکی، منم میگم جنگ نداشته باشیم، منم میگم وارد جنگ نشیم، اوکی قبول دارم. میگی چرا حرفتون رو میپذیرم؟ چرا تو برجام رئالیستی برخورد نکردی؟ اون موقع که میگفتیم آقا هابز میگه اصالت در روابط بین الملل قدرت است، حق با اونیه که زورش بیشتره. نه، چه شما علوم سیاسی خوب نخونید؟ من 20 سال آمریکا زندگی کردم فلان شده. دو، بازم نمیتونم ازت بپذیرم آقای ظریف، چرا در بزنگاه ها که ما داریم تهاجم رسانه‌ای میکنیم شما یهو نطقت باز میشه؟ داعش نابود شده حکومتش، آقای اسد دعوت شده ایران، میخوایم بگیم اسد آدم ما بود، همه گفتن اسد باید بره، ما وایسادیم میگفتیم میمونه، یهو من قهرم، استعفا میده، همه رسانه ها پوشش میدن، جریان سفر آقای اسد به ایران میره تو حاشیه. دو، جریان شهادت حاج قاسمه، یهو یه وایس از ایشون مصاحبه میاد بیرون. میدان در اختیار دیپلماسی نبود. دوباره الان جریان غزه است، ایران میخواد قدرت نمایی کنه، بگه آقا ما ببین اینجا یا احیا جاده ابریشم از اینجا رد میشه یا نمیذارم مثلا کار بکنم، هر چی به درک هستم، من که تحریم شدم دارم ادامه میدم، اینم روش نمیذارم شما کاری بکنید. دوباره ایشون نطقش فعال میشه، این حرف میزنه. در مورد تبار و اجداد آقای ظریف مفصل سالگرد حاج قاسم سال گذشته سخنرانی کردم، برید بخونید. و حالا پالسایی که میده آقای ظریف نزدیک به کدوم جریانه؟ جریان دموکرات. جنگ نمیخواد، جنگ بده، جنگ نریم جلو فلان. اینه که میگم مسئله اسرائیل و تحلیل در مورد موافقت ها و مخالفت ها پیچیدگی داره. اسرائیل با برجام مخالف بود. ببین شعار حسن روحانی چی بود؟ میگه اسرائیل با برجام مخالفه، چرا یه عده تو داخل با برجام مخالفن؟ خب مخالفت منطقی از سر منافع ملی با مخالفتی که میریم طرف رو نگاه میکنیم میبینیم بالاخره یه خورده مشکوک میزنه این آدم، اینا فرق میکنه با هم، پیچیدگی داره. اینکه شما تحلیل سیاسی بدی با برجام مخالف باشی، با اینکه یهو یقه جر بدی بگی آقا نه برجام باید فلان باشه، من اینطوری باید باشم، این باید از بین بره، من اینا رو چک میکنم. جریانی که جنگ میخواد، دعوت به جنگ میکنه، اشتراک منافع و اشتراک تفکری با نئوکان‌ها و جریان تند اسرائیل داره. همه کشورها هستن، تو لبنان هست، تو روسیه هست، همه اینا هست. شما نگاه کن همیشه هم فعال بوده. دوره‌ای که قتل زنجیره اتفاق میفته چه دوره‌ایه؟ آقای خاتمی فامشه میره آمریکا، تمام ایران، چون میدونید دیگه ما فقط 8 میلیون ایرانی درست حسابی خارج از کشور داریم. نیویورک تایمز نوشته میگه 1% ثروتمندان آمریکا ایرانی ها هستن. رفت سراغ اینا، گفت بسم الله سرمایه‌تون رو بیارید. یه چنین ظرفیتی رفت جلسه گذاشت، آقا بسم الله برگردید، سرمایه‌تون رو بیارید داخل ایران. اینا که هر روز میخوان ما رو تحریم میکنن، تو سرمایه‌تو ورد بیار کار بکن. اروپایی‌ها اومدن گفتن آقا ما توسعه سیاسی دیگه، بیایم صحبت بکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ قتل زنجیره‌ای. گرفتن یارو تیکه تیکه کردن، انداختن. گفت بابا اینا میکشن.
چه جریانی بود؟ خبرها که میاد بیرون، آقا جریان تند افراطی دینی که آروم آروم هم میاد بیرون. آقا این جریان راسته، اینا روشن فکران، اینا توهین کردن، ما سب النبی اینا رو گرفتیم رفتیم کشتیم. بعد نفر اولی که کشته شده بود تو قتل زنجیری که اسمشو نمیگفتن کی بود؟ آقای مجید شریف بود. مجید شریف کی بود؟ عضو شورای مقاومت سازمان مجاهدین خلق، شورای مقاومت اولیا. توبه کردم، آقا من کاری ندارم، دست بسته نمی‌کنم، میخوام بیام تو مملکتم زندگی کنم، خدا پدرتون رو بیامرزه. گفتم به سلامت، بفرمایید تشریف بیار. 2 مترجم کارهای روژه گارودی بود، منتقد اسرائیل و منتقد هولوکاست، اینم کشتنش، ولی اسمش نبود. میبینی مدل ها این شکلیه. دوباره شروع کردیم برای برجام بمبگذاری ها شروع شد، ترور داخل ایران شروع شد، تا ببین نمیخواد ایران بین المللی بشه، پس باید بریزه به هم، همه مدل باید بریزه به هم. آقا با زن زندگی آزادی میخواد اقتصادش درست شه، ما اول بعد اینجا رو بریزیم به هم، ما بعد اینجا رو بریزیم به هم، اقتصاد نباشه، هیچ سرمایه‌گذاری نباید بیاد بگه آقا من فردا نمیتونم ملکمو پس بگیرم، اینجا جنگ شد. تو سوریه چیکار کردن؟ داعشو فرستادن. تو ترکیه چی شد؟ تا اومد گفت آقا بیایید من کار اقتصادی بکنم، 2 نفر نمیدونم میدون کجا شدن بمبگذاری کردن، داعش هم با دو رفت گردن گرفت. میبینی این اتفاقا میفته. خب حالا ایران هم شده. مرحله بعدی تو سخنرانی سال گذشته بعد از این درگیری‌ها که وجود داشت گفتم، عرض کردم و متاسفانه درستم گفتم، مرحله بعدی جریان کارگریه، چون این جریان کمونیستیه داره تو ایران کارو پیش میبره، و 2 روی افغانستانی ها مانور میده. چقدر الان خبر افغانستانی رو داری میشنوی؟ نبودن تا الان، این همه سال ما کنارشون کار نکردیم، ندیدیمش، الان یهو مانجا چرا اینا اینجان توییت میزنن. ببین انقدر یه جوری این شکاف اجتماعی رو میریزه که کیف کنی. ما بخوایم نخوایم درگیری سرویس های آمریکا، اسرائیل، انگلیس تو ایران زیاده. قبولم نداری نکن، نظر شخصی من هستم، مهمم نیست، اخبارا رو این چیزا رو بخونی. من وظیفه‌مه که بگم. برای همین اگر رو شخصی به خدا یه چیزی دارم بهتون میگم، ما منو میشناسید، به مسئله نفوذ میشناسید، به یهودی شناسی میشناسید، این حرف رو دارم. ببین من آخرت برام مهمه، من صاحب این مجلس برام مهمه. خب دوستان میدونن اصلا هیچ منت و هیچ چیزی نیستا، چون شهید بوده قبول کردم اومدم تو جلسه، و این انقدر سرم شلوغه تو این چیزا اصلا سخن قبول نمیکنن. من به اینا اعتقاد دارم، به آخرت اعتقاد دارم. یه ذره یه اپسیلون تقوا واسه من قائل باشید. اگر در مورد کسی توییت میزنم، صحبت میکنم، اسم میبرم و مطابق سلیقه بعضی ها نیست که آقا داری میگی نه چرا رو این حساب داری این حرفو میزنی، چرا مثلا فلانی در موردش گفتی آقا این مثلا چه میدونم نیاش مشکوکه، کاراش مشکوکه، فلان اینا. یه اپسیلون تقوا برای من قائل باشید که من اون دنیا قطعا اگر من چه میدونم خصومت شخصی هم با اون آدم داشته باشم، نمیخوام بعضی از اعمال انشالله خوبی که داشته باشیم بر سر اخلاص بخوام بدم به اون آدمی که ازش متنفرم. پس لابد یه چیزی هست که داریم در موردش حرف میزنیم. پذیرشش برای تو سخته؟ بله سخته. الی کوهن آقا بوده دیگه، نفوذی بوده، ولی اون روز تو سوریه از بالا تا پایین دولت مخالف اعدام الی کوهن بودن. گفتن این امکان نداره با موساد باشه، امکان نداره جاسوس اسرائیل باشه. اصلا نفوذی تو مملکتی مثل ما کسی که وقتی اسمشو میبینی میگی برو بابا برو توبه کن، برو خجالت بکش، رو حق و ناس کردن نباشه. جاسوس فقط اصلاح طلبه باشه، آقا اونام جاسوسن، اوکی حله. من با این مسئله اینجا کار دارم که دارید دعوت به جنگ میکنید. من با این مسئله کار دارم که طرف ورداشتید آوردید ایران با یه من ریش با جای مهر فلان، یارو با دانشگاه بنگوریون داشته کار میکرده همزمان، بعد مشاور پایان نامه بعضی از آقایون حزب تندرو فلان و این چیزا بوده، جای دیگه مشاوره داشته میداده، سیاست‌های بین الملل ما رو داشته تنظیم میکرده. من نباید به این آدمی که اونو برداشته آورده اینجا شک کنم؟ میرم فامیلیشو نگاه میکنم، خانوادهشو نگاه میکنم، میبینم به به اونم که جا داره، یعنی داره همینجوری میاد جلو میره. آقا یه بار گفتم شما الان برو رسانه ها رو نگاه کن، پارسال سر زن زندگی آزادی استارتش از کجا شروع شد؟ از گزارش روزنامه شرق، درسته؟
خبر میداد همین الان پوشش مسائل فلسطین و غزه رو چجوری داره میده. من یه توییت زدم، یه سوالم پرسیدم، هنوزم سوالم جواب نداده. آقای رحمانی مدیر مسئول شرق دیگه، روزنامه شرق دستشه، درسته؟ اوکی. من سوال پرسیدم، گفتم چرا فامیلی تو از کهن به رحمانیان تغییر دادی؟ کهن ها هر جا دیدید ما بین فامیلی کهن سالم، کهن پور فلان، اینا کهنن، سند ساواکش هست. فامیلی رو که عوض کردن دستور اومده کهن شده کهن. چیز بدی هم نیست. من بنده خدا اومد جلسه گذاشت گفت فامیلی یه چیزی کهن توش بود. گفتم از جد چندمتون شیعه شدید؟ گفت بابای بابا بزرگم. خدا پدرتون رو بیامرزه. من گفتم آقا نمیشه که اسم روزنامه شرقه. قبل انقلاب یه دونه روزنامه داشتیم یعقوب نیمرودی پولشو میداده، ستاره شرق بوده. بعد شرق برای یهودی کلا مقدسه. بعد میای زن زندگی که شروع میشه، اخبار اولین کسی که ارتش غزه وارد بیمارستان شفا شد، به تو چه که تو اولش اسرائیل به فارسی نزده تو زدی. آقا تهمت چرا میزنی؟ همه مملکت یهودیان، همه مملکت نفوذیان، شماها فقط خوبید. اب نداره. زمان بهترین استدلال و بهترین ثابت کننده این مسائل. من میرم این صوتا اینا همه اینجا میمونه. حداقل تو تاریخ یکی بررسی کرد میگه خدا پدرشو بیامرزه یه سری حرفا رو اون موقع زد. مقابل این حمله ها همه اینه. تو هر لباسی که فکرشو بکنید اینا هستن. تو هر لباسی که فکرشو بکنید. جایی میرن قرار میگیرن که شما به مخیلتون هم نمیگنجه این آدم وصل باشه. به مخیلتون هم نمیگنجه. برید کتاب خاطرات خاخام شفت رو بخونید که از دفتر علما آدم داشتن تا قطب دراویش یهودی بوده، با مأموریت اینا رفته بوده شده بوده قطب درویش. که میگه یوم کیپورمون با روز عاشورا یکی شده بود، تو حسینیه همه رو دعوت کردیم، اینا عزاداری کردن، شیرینی شربت دادیم، اینا فکر کردن ما نذر امام حسین داریم، در صورتی که روز عیدمون بود. اینا رو گندهشون خاخام شفتی که آیه حجاریانو ختنه کرده اون نوشته تو خاطراتش. اینا مهمه. تو این بزنگاها اینا فعال میشن، نمیتونن حرف نزنن. حواستون به اینا باشه، چشتون اینجا باشه. ببین آها تو الان چرا صدات در اومد؟ در مورد این داشتی حرف میزدی؟ الان چرا یه خورده نگاهت اون طرفیه؟ ببین یه وقت برداشت تحلیل رو سیاسی اوکی منم میپذیرم، میگم آقا سیاسی داره تحلیل میکنه مثل خیلیا. اما نه، تو اصلا داری حرکتی میزنی که انه انگار دارن آب و اجداد تو اونجا میکشن که اینجوری طرفداری اسرائیل داری میکنی. این برای کسی قابل قبول نیست. جمع‌بندی بکنم با یک جمله. چه طبق پیشگویی‌های توراتی، چه پیشگویی‌هایی که در منابع روایی و قرآنی ما وجود داره، دعوای بنی اسماعیل و بنی اسرائیل در خاورمیانه وقتی داره میاد بالا یعنی یه خبراییه. یعنی یه خبرایی هست. اینا هم که تو پیشگویی‌هاشون علنا دارن میگن آقا این پرشین ها قیام خواهند کرد، پوست ما رو میکنن، ما رو نابود میکنن. یه خورده حواسمون باشه. ببین این خون شهدا، این زنده بودن اینها. ببین اگر اعتقاد نداری شهدا زنده هم، برو یه فکر به حال اعتقاداتت بکن. طراحی که اینجا صورت گرفتن نظر من کار حاج قاسمه. میدونی که شهدا وقتی از اینجا شهید میشن با امیال دنیاییشون میرن اونجا، دستشون باز میشه. شهید ابراهیم هادی نگاه کن، از اول کار فرهنگی میکنه، الان هم کار فرهنگی داره میکنه. دیدی؟ مثلا کار با مسائل نظامی این چیزا هیچ کدوم نداره. حاج قاسم ذهنش دنباله محور مقاومته و امروز دستش بازتره. کاش کمبودش امروز حس نمیشد. نمیتونم بیشتر بازش کنم براتون، ولی بدونید که امروز فارغ از مسائل دنیایی و معادلات دنیایی، اون تمدنی که داره آروم آروم شکل میگیره میاد با تمام سختی‌ها. وقتی تو جنگ خندق پیامبر داشت تیشه میزد، گرفته بودن مسلمان‌ها اینجوری تو هم خندق خیبر گرفته بودن، زد تیغ اول گفت رومو میگیریم، تیغ دوم گفت ایرانو میگیریم، سوم گفت جهانی میشیم. گفتن داریم خفه میشیم تو مدینه. خودمون پیامبر داره صحبت چیز میکنه، منافقا میگفتن و همین شد. اون دین جهانی شد. امروز هم دارم میگم تو تمام اینهایی که به مخیلت نمی گنجه اصلا چه اتفاقی، یهو دیدی یه خبری شد و ببین نمودارا دارن میرن یه جای مشترک همدیگه رو دارن قطع میکنن.
یعنی آخرالزمانی نگاه میکنی داره یه مسیر میره، اقتصادی داری نگاه میکنی یه مسیر میره، جریان کشورها رو داری نگاه میکنی میبینی یه جا اینا همدیگه رو قطع میکنن. اون نقطه تقاطع نقطه اعتقادی تشیعه با تمام حرفایی که دارن میزنن. به مسئله اقتصادی بعد روشنش منتقدتر از من که دیگه پیدا نمیکنید، حداقل در دولت آقای رئیسی دیگه سخنرانی دنبال میکنید دیگه. منتقدتر از من که نیست که. من دارم بهتون میگم با تمام این درگیریام من چیه، من برداشتم دارم میگم انشالله که درسته، من کدومه بابا. بر اساس اینا یه خبرایی هست، چه پیشگویی‌های اونا داره این حرفو میزنه، چه مطالبی که امروز توی روایات خودمونه، توی قرآنامونه. بالاخره این همه شهید اونجا دستشون بازه، یه کارایی دارن میکنن. اینا پا منبر امیرالمومنینن، اینا اونجا پا منبر امیرالمومنین دارن تربیت میشن که اینجا یه سری کارا رو بکنن. یه خورده حواستون باشه نبازید خودتونو. یعنی موقعشه که یه خورده نشون بدیم، میدونم سخته ها، الان هر کی ریخته ها، نریزیم، حواسمون باشه. برای منم دعا بکنید که انشالله تو مسیر بمونیم. فردا خبر نزن فلانی برگشت فلان حرفو زد نمیدونم چی اینا. آخر چک سفید امضا برای هیچ کس وجود نداره. اگر شما برای عاقبت به خیریه من امثال من دعا نکنید، چپ کردن برای هر کسی ممکنه، چون در طول تاریخ گنده تراش چپ کردن. من ملتمسانه خواهش میکنم که تو این جلسات برای عاقبت به خیریه من دعا بکنید، خصوصا پدر شهید، خانواده شهید و پیر غلامایی که هستن. سلامتی خودتون، خانوادهتون، تجلیل و فرج آقا صاحب الزمان ان شاء الله به زودی. 3 تا صلوات